ولایت خاتون کوچه وقتی و ابراهیم و خانه بیستیه. بگو که در ویدیو چی شده نخوندم چی گپ شد؟ چی واقعا رو داد؟ در بگو شهر تتاریستان ما در فیلم کور فعالیت میکرده همراه برادرای تاجیک، ازبک، قرقی. بعد چی واقعا شد؟ بدبخت و حرام ما زدم معیب کردم و چی حال آوردن چی سال چی زد؟ چی سال زدم. که شدی واقعا؟ این واقعا همه روز یک ماه 28 روز شد که با دستگیری برادرای تاجیک که در همون بگلمه من دستگیری کردم بانیسه بودم یک تبابت کردم نکی تبابت با آخر نرسید به همه حال گرفتار شدم. مسکو چی آمدی؟ مسکو برادرای تاجیک عوام کردن که پشکای ایزد برو همه واقعه را بفهمو احمد کلام با حکای ایزد که دستگیری کرد مرا قبول کرد برای قبول کردنش هزار رحمت منت داد. انشالله روی میکنه میری خانم انشالله روانت میکنه میری کجا در میکنه؟ من بیشتر که سرم زن میکنم عذاب میکشم نشاو دارم خواه کن نبود این حال من دیدی اکم همه سگه دیدی اکم شب دست پون میکشم. سلام علیکم دوستان عزیز. باز این یک برادر دیگر از ناحیه کوشونیون باختر باز از دست چیچینو معیب شده است. من محمد گپ زدم. سلام علیکم برادران عزیز. التماس یاردم کنید خودم رو کنید زن فرزندم رحمت کلام احمد این برادر سوق سلامت بود در یک فرم کار میکرد در شهر کازان رایون بوگلما از دست چیچینو معیب شده است. یک ماه 28 روز شد این بچه در بیمارخانه خوب بود. انا با این حال این یاره التماس برادران تاجیک کدومی که امکانیت دارد دستگیری کنیم این برادر را به وطن روان کنیم احوال اینایی را بینیم. نمیشویم بیچاره همش میلرزه اینا نگاهش کنیم. برای سومکی سومی خیلی طلب کرده است وای چیچینه اومدن 6 کسه 7 کسه زدنش. انشاءالله از شما دست یاری میپرسیم. خداوند نگهبان داره.